ارتباطمون با آقای کمالوند سرمربی محترم باشگاه تراکتورسازی تبریز و آقای کمالوند سلام، شبتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب آقای فردوسی پور و کارشناس محترم برنامه‌تون، دوست عزیزم آقای جلال مرادی که ما یه فصل خیلی خوب و پر افتخار خدمتشون در استان کرمانشاه داشتیم، عرض سلام و ادب دارم. آقا در مورد اون آقای روزا جایی داری دیگه شجره‌نامه شما رو کامل دیگه از اون بله اول تا آخر کلا برام فرستاده بودن. بله آقای فردوسی پور، من از یه داستان متعجبم، این که شما وقتی راجع به یه نفر صحبت میکنید، الان شاید یه سری از این دوستان ما که داشتن برنامه رو می‌دیدن خوابشون برده بود. شما همون موقع رو خط میومدید که یک نفرم از این داستان بی اطلاع نباشه. خب سنگ قبر نشون دادید، شجره‌نامه نشون دادید، خیلی چیزای دیگه که اصلا متاسفانه اصل مطلب شد. اول از اینکه بنده افتخارم اینه که بچه خرم‌آباد و لرستانم، به هیچ کی هم نگفتم غیر از این رو. منتها شما اصلا اصل مطلب رو یه جوری فراموش کردید. خب. ببینید تمام فامیلی‌ها یا اقوامی که به وند ختم میشه بچه لرستانن، این چیز مشخصیه. کمالوند، حسنوند، بهاروند و خیلی دیگه. بنده افتخارم اینه که آیه فردوسی پور آیت الله زاده‌ام، جدمون آیت الله عظما کمالونده که مؤسس حوزه علمیه کمالیه خرم‌آباد در بازار بوده، بزرگ خاندان ما، به شخصم افتخار میکنم که خرم‌آباد لرستانم. بنده در تاریخ 5 دی ماه 1355 در شهر خرم‌آباد لرستان به دنیا آمدم. آره همش خب نه شما برنامه قبل شما گفتید که من پدر مادرم فکس میکنیم براتون که شناسنامه‌شون آبادان و آبادانی هستن. و آقای فردوسی پور چه ربطی به پدر مادرم داره؟ پدرم و مادرم، پدرم محمد حسن کمالوند متولد 1316 در شهر آبادان، مادرم هم زهرای کمالوند که اتفاقا دخترم و پسرمو هم هستن، 1318 در شهر آبادان. خب ببینید چقدر مطلب تفاوت پیدا کرد. یه جوری شما مطرح میکنید هر کسی نفر فکر کنه من دارم دروغ میگم. خب بنده بچه خرم‌آباد و لرستانم افتخارم میکنم، پدرم و مادرم بچه آبادانن. کلا شما یه زمان گفتی من افتخار میکنم که لور هستم، خب یه زمان گفتی افتخار میکنم آبادانی هستم، الان یه زمان میگه افتخار میکنم. اینجوری نیست. ببین آقای فردوسی پور اینجوری نیست. بنده گفتم افتخار میکنم لور هستم، الانم سر حرفم هستم، افتخارم میکنم که پدر مادرم بچه آبادانن. پدرم بچه شرکت، پدرم کارمند شرکت نفت آبادان بوده، اتفاقا پدر بزرگم هم کارمند شرکت نفت آبادان بوده. این چیزایی که شما الان اینجا نوشتید حالا این به هر حال جای داره اولا از خبرنگاری شناخته شده است. آقا روح الله کمالوند از مراجع شیعیان درسته. ایشون که شما نوشتید مرجع هم هست، مرجع تقلید هم هست، جد ماست. بنده هم آیت الله زاده‌ام خیلی خوشحالم از این. ببین آقای رضا جای داری اولا چهره شناخته شده هستن، خبرنگار ورزشی هستن. نمی‌شم گفتن که فرزند ولی در اهل منطقه کمالوند واقع در حومه خرم‌آباد دهه 20 رفتن شرکت. حالا آقای فردوسی پور جان بنده خواهشم از شما اینه، جان شما همینجوری که الان شجره‌نامه نشون میدید تو تلویزیون، من فتوکپی شناسنامه پدرم و مادرم برای شما میفرستم. حالا باشه اینه حتما نشون بدید تو برنامه بعد. چون شما اونو که نشون بدید بعد مشخص میشه من درست میگم یا غلط دارم میگم. این در رابطه با آقا حالا بریم سر آقای کمالوند در مورد مسابقه پیام کوتاه شما با گفتید که صحبت کنم. حالا من بچه کجا هستم خیلی فرقی نمیکنه. گفتم لورم، خرم‌آبادی هم هستم، پدر و مادرم هم آبادانیان، شناسنامه هم خودم هم پدر و مادرم خدمت شما ارسال میکنم. اما در مورد اس ام اس کار مهمترم اینه. آقای فردوسی پور احتمالاً این 70,000 نفری که تو استادیوم ما میان اینا 700 نفرن. ما اشتباه میکنیم، هر 10,000 نفر رو یه نفر میبینیم. اینا چی هستن؟ میگم احتمالاً 70,000 نفر نمیان تو یادگار امام تبریز. احتمالاً من فکر کنم اینا 70 نفرن. ما اشتباه میکنیم. ببین آقای فردوسی پور اصلا نه من این نظرسنجی رو قبول دارم به دو دلیل. خب همین الان حداقل 200 تا اس ام اس واسه من رسیده، همه رو بعد برنامه رو موبایلتون سند بکنم من. که همه میگن من این باکس هم 200 بیشتر پر بعد کافه من نپرسید. خب میگن از تبریز، ببین آقای فردوسی پور میگن از تبریز شماره برای برنامه شما وقتی گزینه 3 رو میفرستن سند نمیشه. ولی من اصلا یک کاری با اس ام اس ندارم. آقای کمالوند عزیز اون موقعی که ما پرشورترین گذاشت اون موقع هم آخه غیر از این هم اصلا چیز دیگه آقای کمالوند غیر از این هم چیز دیگه میشد، اصلا خنده‌دار میشد. چی خنده‌دار شد؟ تیم دیگه لقب پرشورترین رو بگیره. آقای کمالوند ببین من این طرفه تراکتور ببین ما همه میپرید. استاد یه لحظه اجازه بدید. یه لحظه اجازه بدید من حرفای شما رو گوش کنم دیگه. یه لحظه شما حالا یه دقیقه آیت کمال بگم چرا همیشه باید ما اجازه بدیم شما صحبت کنید، نفهم شما اجازه بدیم ما صحبت کنیم. آره نه یه دقیقه صحبت چون شما خیلی خوب صحبت میکنید یه دقیقه فرصت. اولا که ببین اگه ما بیشترین حجم برنامه‌مون به طرفدارای تراکتور و تیم تراکتور اختصاص میدیم، حقشون هم هست، من لذت هم میبریم از این همه
علاقه‌مندی که مردم دارن. خب من دو تا بحث دارم. اولا که شما که همیشه قرار برام بفرستید، من پرینت تمام اس کسایی که شرکت کردن و کل این الان یه آمار با هم ببینیم، این 2,500,000 نفر رو براتون میفرستم. شما وقت دارید دیگه، قشنگ زنگ بزنید به همه اینا. آقا زنگ بزنید بگید شما حالا به حرف من گوش کن. من که حرفی نمیزنم که شما حالا به حرفای من گوش کنید. نه بالاخره حرف بزنم، اجازه بده. قول شما مردم قضاوت کنن دیگه. آقا من حرف بزنم بعد شما حرف مردم قضاوت کنن. ببین آقای فردوسی پور، شما چند ساله تو فوتبالید؟ از من یه دقیقه ببین آقا ساعت تو استادیوم آزادی سابقه داشته یه تیمی بیاد جلوی پرسپولیس استقلال بازی بکنه نصف استادیوم مال اونا باشه؟ اگه داشته به من بگید منم بدونم. آقا من آقا آقای کمال عزیز بذارید توضیح به شما بدم. دو تا نکته بگم. یک اولا در اینکه تراکتورسازی تیم بسیار پرطرفداریه تردیدی وجود نداره، اینکه من با شما هم عقیده‌ام، ولی تو کل کشور شما در نظر بگیرید آقای کمالوند اصلا خیلی من ببین 2,587,000 تا یه دقیقه آقای که بگم حرف بزنم تو رو خدا 2,588,000 نفر شرکت کردن. خب از این تعداد ببینیم که 600,000 تا استقلالی بودن، 635,000 تا. من اینو قبول ندارم آقای فردوسی. شما کلا چیزا قبول نداری ها؟ نه من چیزایی که واقعیت داشته باشه قبول ندارم. شما حالا یک دقیقه‌تون رو صحبت کنید، اجازه بدید یه دقیقه 900 حالا بذار 980,000 تا پرسپولیسی ان 203,000 تا ترک. آقای سوال دارم آقای شفق آقای عزیز آقای محترم به قول آقای قلعه‌نویی آقای محترم آقای دایی ببخشید این شما آقای شفق شبکه خبر اومده بود خب اون اس ام اسی که پشت پیراهنتون شما درج میکنید بله اونا چقدر هوادار داشته؟ من شما نمیگم. شما الان بعد از برنامه یه اس ام اس بزنید به 104444 کد هواداری بگیرید ببینید چند نفر شرکت کردن. من آقای شفق همین چند روز پیش گفتن 250,000 نفر اومده بود بدون ایرانسل. بدون ایرانسل چقدر میاد؟ آقا مگه ایرانسل چقدر میاد؟ خیلی آقا همه مردم دستشون ایرانسله. ببینید آقای فردوسی پور من اصلا بحث اینو ندارم. من تو مسئله خدمت شما بگم. شما قبل از اینکه مجری تلویزیون بشید مجری ورزشی، چون من الان قبول دارم شما بهترین مجری ورزشی هستید، به دوستان دیگه اونم برنخوره. هم سوادشو دارید. قبل از اینکه شما مجری تلویزیون بشید و بنده مربی فوتبال بشم ما با هم همکار بودیم. هم شما میدونید و هم من و جفتمون هم میدونیم که شما پرسپولیسی هستی آقای فردوسی. غیر از این تکذیب میکنم شدید آقا. نه اصلا تکذیب نکنید آقای فردوسی پور، دیگه به من که این چیزا رو شما نگید. شما پرسپولیسی هستید، تو تمام آمارایی هم که میگیرید یه جوری میخواید پرسپولیس رو ببرید بالاتر. حالا بحثی نیست، منم که خودم حالا اعتراف میکنم آقای فردوسی پور، بنده قبل از اینکه مربی تراکتورسازی بشم طرفدار پرسپولیس بودم، گرچه الان تراکتورسازی رو با هیچ تیمی عوض نمی‌کنم، ولی بنده پرسپولیسی بودم. عیب و عار نیست. شما هم خودتون میدونید فردوسی پور پرسپولیسی بودید و اصلا اولا که تکذیب آقا من سوال دارم. من میگم واقعیت مطلب در رابطه با طرفدارای تراکتورسازی این نیست. این یکی. دوم از اینکه ما هممون هدفمون باید سربلندیه تیم ملی کشورمون و بالا رفتن پرچم جمهوری اسلامی باشه. به همین خاطر من از آقای قطبی خواهش کردم در شب قبل بازی خودمون و استقلال گفتم با آقای کفاشیان صحبت بکنید، ما هم با آقای شفق صحبت می‌کنیم، بازی‌های تیم ملی رو در تبریز برگزار بکنیم. یک شور و نشاط ملی، غرور ملی بیاد، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران سربلند و موفق باشه. ولی آقای فردوسی پور من دو تا خواهش دارم. اول اینکه حتما شما خواهشاً فتوکپی شناسنامه بنده پدر و مادرم رو نشون بدید تا مشخص شه بالاخره یکی راست میگه یا بنده راست میگم یا دروغ میگم دیگه. بعد اینو من تکس میکنم شما اما من یک کاری هم میکنم. من این لیست تمام این شماره اس ام اس ها رو خب توی سی دی برای شما میفرستم. شما میشه که رنده بالا اگه وقت ندارید به 2 میلیون نفر زنگ بزنید. من اصلا نمیتونم قبول کنم تراکتورسازی بیاد بشه با 11% تیم سوم. برای اینکه به شما ثابت کنم من همینجا به هوادارامو میگم بیان تو استادیوم این بازی شما 150,000 تا آدم تو اما اینو من به شما بگم شما آقای کمالوند عزیز این نظرسنجی برنامه ما خب من روش قسم میخورم یعنی یک دونه اس ام اس در تاریخ این برنامه 90 یک دونه خب از اون اس ام اس یک دونه تا حالا این برنامه نشده. من دقیقاً من مثل ناموسم حواسم به این اس ام اس هست. اینم توهم شماست. آره دیگه این اگه شما این شما مطمئن باشید در تاریخ تا وقتی من باشم و برنامه 90 باشه یک دونه از این اس ام اس مردم اینور اونور نمیشه. اینو شک نکنید. به هر کم دوست دارید زنگ بزنید. این من برای شما احترام قائل دارم. تراکتورسازی طرفدار زیاد داره اما 200,000 نفر شرکت کردن و طرفدار تیم تراکتور بودن. ایرانسل و نمیدونم میرانسل و همه اینا هم شرکت کردن. همش همین بوده دیگه. حالا من حقیقت شما نمیتونید که خدا نگهدارتون آقای کمالوند عزیز.
براتون آرزو موفقیت میکنیم. بریم بازی لیگ 1 رو ببینیم. بعدش هم اکبر میساقیان صحبت میکنیم و برنامه رو 7-8 دقیقه پایانش تقدیم حضورتون خواهیم کرد.